دریاچه کرلدی یکی از جذابترین صحنه‌هایی هست که در طبیعت گرجستان می‌بینید. این دریاچه در ارتفاع 3000 متری و در کوههای قفقاز واقع شده و برای رسیدن به این دریاچه باید برید تا شهر مستیا، شهری که مقصد اول طبیعتگردهایی هست که به گرجستان میرن. من مینا هستم، مهندس کامپیوترم از دانشگاه پلی‌تکنیک و عاشق طبیعتم. امیدوارم سفرهای من انگیزه سفرتون بشه. اینکه چرا گرجستان برای ما ایرانی‌ها مقصد مناسبی هست رو در ویدیویی که لینکشو بالای صفحه گذاشتم و در توضیحات این ویدیو آوردم توضیح دادم کامل. اینکه به چه طرقی میتونیم از تفلیس برسیم به مستیا رو هم تو همین لینکی که براتون گذاشتم توضیح دادم. پس بهتره بریم روی نقشه گوگل ارث که ببینیم موقعیت هدفمون یعنی دریاچه کرلدی کجاست. نقشه گوگل ارث هستیم. اینجا کشور ترکیه رو میبینیم، دریای سیاه بالا سرش. اینجا ایران خودمون هست و این هم دریای خزرمون. کشور گرجستان کجاست؟ این کشوری که سمت راست دریای سیاه میبینید، این کشور گرجستان. کوههای قفقاز، این رشته کوه سفید هست که اینجا داریم میبینید و تا دریای خزر پیش میره. شهر مستیا شمال گرجستان پای کوههای قفقاز هست. این شهر مستیا. من یه مقدار که زوم بکنم شما موقعیتش رو کامل میبینید که توی یه دره‌ای واقع شده. ما از این جاده رسیدیم به مستیا. اینجا شهر داره شروع میشه و تا اینجا شهر مستیا هست. این خط هم که اینجا میبینید فرودگاه مستیا هست. توی ویدیو اول هایکینگ مستیا به اشکولی توضیح دادم. بهترین راهی که شما میتونید از تفلیس برسید به مستیا هواپیما هست. اما هواپیماش از این کوچیکاست و ظرفیتش محدود. یعنی که حتما بلیتتون از 3 ماه قبل باید گرفته باشید. بریم ببینیم که موقعیت دریاچه کرلدی نسبت به شهر مستیا کجاست. دریاچه کرلدی در ارتفاع 3000 متری پای کوههای قفقاز هست. اینجا شهر مستیا رو دارید میبینید. این دریاچه کرلدیه و این کوههای قفقاز. یعنی مناظری که این نزدیک این دریاچه میبینید شاید کمتر جایی دیده باشید. اما چجوری برسیم به دریاچه؟ یک راه ماشینی داره، ماشینای آفرود میرن. ببینید یک جاده اینجا مشخصه. اگه این مسیر دریاچه نگاه کنید جاده مشخصه، اما از انتهای شهر ماشینا هر روز 7 صبح حاضرن، ماشینای آفرود. میتونید با اون برید. همین مسیر رو خیلی ها هم پیاده میرن. اما من چجوری رفتم؟ ما هتلمون اینجا بود. خب برا من اینکه بخوام برم کل شهر از اینجا دور بزنم یه ذره غیر منطقی بود. برای همین نگاه کردم، دیدم که از اینجا راه میده که من برسم به این ویو پوینت، از اینجا ادامه بدم. خب این مسیری که من رفتم و با هم نگاه. مسیری که من رفتم دقیقاً تو این دره و از اینجا یک رودخونه هم وجود داره. یعنی کنار رودخونه رفتم، بعد این شیب رو گرفتم رفتم بالا. شهر مستیا ارتفاعش 1300 متره. این ویو پوینت اینجا ارتفاعش 2200 متره. یعنی من باید اینقدر ارتفاع میگرفتم تا برسم به اینجا. تو این مسیر تقریبا هیچ کسی رو ندیدم. یعنی اینجوری بگم که هیچ کس از این مسیر نمیره.
اما خب مسیرش خیلی شیک و قشنگ و از دل جنگل میرفت و رسیدم به اینجا دیگه چند نفر رو دیدم که بقیه مسیر رو با بقیه توریستا میرفتیم. مسیرش بسیار طولانی هست، اما ببینید این دیوارها رو نگاه کنید، شما دقیقاً لبه دیوارها دارین راه میرید و تمام کوههای اطراف رو میبینید تا دریاچه هرولد. هنوز هوا تاریک بود که من راه افتادم. اون روز همسر جان جلسه کاری داشت و نمیتونست منو همراهی کنه. قله‌های پوشیده از برف که دور تا دور مستیا دیده میشه شکوه زندگی رو به آدم یادآوری میکنه. همون اول مسیر آقای رو دیدم که گاو میدوشید. لبنیات گرجستان حرف نداره، شیر، ماست، آمه. من انگلیسی به اون آقا سلام کردم و اونم گرجی جوابمو داد و هر دو لبخند زدیم. از کنار رودخونه راهمو گرفتم به سمت جنگل. صدای پرنده ها، گاوهایی که توی جنگل بودن و گاهن خوک‌ها همراه نسیم صبح حسابی سرحالم کرد. من بودم و جنگل و همه ساکنانی که با لطفشون حضور من رو پذیرفته بودن. گاهن می نشستم و یک لیوان چای می نوشیدم و زندگی رو نفس می کشیدم. بعدش از نو راه می افتادم. تا دریاچه هرولد 5 ساعت راه هست. دیدم وهن جنگل داره منو میگیره. پادکست گذاشتم و صحبت‌های حسین اورا همراه هم شد که خیلی خوب بود. رسیدم به نقطه‌ای که روی گوگل ارث اول ویدیو نشونتون دادم. اون ویو پوینت. از دیدن چند تا توریست دیگه اونجا کلی ذوق کردم. تا اینجا 900 متر ارتفاع گرفته بودم. برای رسیدن به دریاچه‌ای که توی ارتفاع 3000 متر واقع شده باید 800 متر دیگه ارتفاع می‌گرفتم. اون جایی که به عنوان ویو پوینت هست اینقدر مناظر اطرافش زیباست که من فکر کنم 20 دقیقه نشستم و همینطور اطراف رو نگاه می‌کردم. از اینجا به بعد تا دریاچه مسیر سخت نیست اما طولانیه و البته خب برای دیدن اون دریاچه با اون زیبایی باید تحمل کرد. دوستان اگه این ویدیو براتون مفیده خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب همراه سفرهای آتی من باشید. و رسیدن به دریاچه من دیگه صحبت نمی کنم، شما رو میسپارم به دیدن مناظر و زیبایی ها.
منظره دریاچه و کوههای اطراف از خاطرم نمیره. من وقت نداشتم بالاتر برم چون میخواستیم عصر را بیفتیم به سمت تفلیس و جاده مستیا به سمت تفلیس تا شهر زوگدیدی مثل جاده چالوس ما پیچ پیچیه. نمیخواستم که شب رانندگی کنیم. اگه وقت داشتید حتما یه 100 متر 200 متر برید بالاتر از دریاچه، چون مناظری که از اونجا میبینید انعکاس کوههای برفی توی آب هست و هوش از سرتون میبره. حالا تا شما عکس‌ها رو میبینید من از مسیر برگشتم براتون تعریف کنم. تو مسیر برگشت چند نفر که داشتن میرفتن بالا ازم پرسیدن چقدر راه هست. بهتون گفتم که مسیر از اون ویو پوینت تا دریاچه واقعا طولانیه. من بهشون واقعیت رو گفتم اما تشویقشون هم کردم که ادامه بدن. یک نفرم داشت از تشنگی هلاک میشد. فکر نمی‌کرد اینقدر مسیر طولانی باشه. راستش منم فکر نمی‌کردم. یه بطری آب دیگه اضافه داشتم. اون بطری آبو دادم به اون آقا چون من مسیرم رو به سمت پایین بود و میدویدم در واقع و خب میرسیدم به شهر و آب میخریدم. اما اون واسه رسیدن به دریاچه اگه اونقدر آب همراهش نبود قطعا از تشنگی وسط راه منصرف میشد و برمیگشت. این رو بهتون بگم که من برای بیشتر مسیرهایی که ترکینگ هایکینگ اینا میرم از اپلیکیشن مپس می استفاده می کنم و دلیل اصلیش هم اینه که این اپلیکیشن آفلاین کار میکنه. حالا اگه که مایل بودید یک ویدیو در مورد اپ های مفید نقشه خوانی درست کنم لطفاً بهم پیام بدین، برام کامنت بذارید که من چنین ویدیویی رو بر حسب درخواستای شما درست بکنم. روی مسیر برگشت زیاد فیلم و عکس نگرفتم به خاطر اینکه کل مسیر رو داشتم میدویدم. اما اینقدر بگم که اون بطری آبو که دادم به یک نفر که داشت میرفت بالا خودم حسابی تشنم شده بود دیگه. تا رسیدم به اون رودخونه‌ای که صبح که داشتم میمدم بالا از کنارش رد شده بودم، کولمو گذاشتم یک کنار رو تا گردن سرمو خوردم توی آب. اینقدر که گر گرفته بودم از گرما تشنمم بود اما آب رودخونه رو نمیشد خورد چون رودخونه وقتی میاد نزدیک شهر اون قسمت دیگه آبش خوردنی نیست دیگه، باید تا هتل طاقت می آوردم. به هر حال این ماجراهای دریاچه کرولدی رو براتون تعریف کردم. امیدوارم که برید مستیا و حتما که این دریاچه رو برید، اصلا از دستش ندید، فوق‌العاده زیباست. اگر هم که این ویدیو براتون مفید بوده خوشحال میشم که با لایک و سابسکرایب همراه سفرهای آتی من بشید.